تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در محبت تن، حالتی که فرد به یک باره از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به منزل جسم باز می گردد. برای شنیدن از تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بشنویم از ورای قفسهای نفس و باز به یاد آریم که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. هم سخن این بار هم سفری است از میهنجان درود که چشم براهیم تا بگوید از آن نگاهبان که شیشه جان را در بغل سنگ نگه می دارد. همو که پنجره های شب زده خانه هامان روشن است به پژتاب نور مهربانیش. من فرهاد قائد فولادوند هستم، 35 سال سن دارم، 2 تا پسر دارم به اسم پسر بزرگم عرفان 12 سالشه و پسر کوچیکم ماکان 6 سالشه. صبح سوار ماشین میشم و به محل کارم میرم. تیکه آخر روتین شبانه ما میشه اینه که نیم ساعت 1 ساعت آخر رو موقع خواب با پسرم معمولاً قرائت و حفظ قرآن کریم با اونا کار میکنم. جناب آقای فرهاد قائد فولادوند، چه اتفاقی افتاد آقا؟ 26 برج 1 سال 1383 فروردین ماه بود که ساعت 4 بعد از ظهر عرض بلوار آیت الله سعیدی نزدیک 500-600 متر قبل از میدون آزادی، تو بلوار آیت الله سعیدی عرض خیابون رو می اومدم از سمت پارک المهدی بیام سمت دیوار فرودگاه مهرآباد که اونجا یه ماشین با من تصادف میکنه و شما پیاده بودین؟ بله، عابر پیاده بودم که ماشین با من تصادف کرد و تصادف کردن من و به کما رفتنم همانا. زمانی که فرهاد تصادف کرد ما رفته بودیم شهرستان، سال مامانم بود. همین که رسیدیم اونجا دیدم زنگ زدن. بعد دخترم زنگ زد گفت مامان فرهاد تصادف کرده، 2 تا پاش شکسته. دیگه هیچی. وقتی اومدم رفتم بیمارستان دیدم فرهاد تصادف کرده. من رفتم پیشش، پرستاره گفت خانم دست به این نزن، این ضربه مغزی شده. از صحنه تصادف چیزی یادم نمیاد، فقط چیزایی که شنیدم. ولی اون چیزی رو که خودم درک کردم اینه که یه لحظه خودم رو دیدم که تقریباً 1.5 متر 2 متر بالاتر از سطح کفی که اونجا بود تخت بیمارستان، یه نفرم مثل خودم دراز کشیده روش، چشماشم بسته، یه ملافه سفید تا روی سینه‌ش اومده بود، دستاش کنار پاهاش، چشماش بسته. نگاه کردم یه لحظه وقتی دیدمش گفتم این چه قیافه شبیه منه از بالا. یادم میاد قشنگ توجه کردم از بالا چشماشو نگاه کردم، دقیقاً چشم و ابروش مثل خودم. اومدم پایین به سینه‌ش و حتی موهای سینه‌ش، تمام جزئیات نگاه کردم، همه چیش مثل خودمه. دوباره برگشتم بالا. تنش نبود؟ خیر. برگشتم بالا یه بار دیگه نگاه کردم، گفتم مگه برگشتم بالا؟ مگه نزدیک شده بودین؟ دقیقاً جایی که نگاه کردم همه چیش مثل خودمه، مثل دوربینی که زوم کنه یه آن کامل زوم کردم، تمام چشمهاش، صورتش تا روی سینه‌ش و شونه‌هاش رو نگاه کردم. از نزدیکترین فاصله؟ نزدیکترین فاصله، خیلی نزدیک، بیش از اون چیزی که فکر کنید. یعنی مثلا 1 سانتی، 1 میلیمتری؟ دقیق میتونستم حتی تعداد ابروهاشم بشمارم، انقدر دقیق، انقدر نزدیک، انقدر دقیق و نزدیک. و الان که دارم بهش فکر میکنم انگار که همین الان دارم بهش نگاه میکنم. یعنی این صحنه‌ای که 20 سال پیش اتفاق افتاده انگار که همین الان واسم اتفاق افتاده. تا به شونه‌هاش و سینه‌هاشو که نگاه کردم دوباره برگشتم با خودم فکر کردم، گفتم که اگه من دراز بکشم قدش هم اندازه منه، نه حتی قدش، دست و پا، همه چیش اندازه من. خودم از بالا داشتم نگاه میکردم، من جوری بود که اصلا
دونه دونه خم شدن مولکول آهن ماشین و ستون میدیدم به دقت. یعنی اگه من دراز بکشم روی این دقیقاً قدش هم اندازه خودم میشه تا پاها. به قسمت پایین تخت که رسیدم بین زانو و کف پا تون فاصله یک نفر گوشه وایساده بود، یعنی کنار تخت دستشو گذاشته بود روی تخت که من از بالا به این نگاه میکردم، از بالا سرشو میدیدم، یعنی سرش پایین بود. زن مرد؟ نه، یه آقایی بود محاسن خضاب کرده، یک پیراهن به علاوه یه شلوار شیشی به امریکایی که اون شلوار رو میشناختم که اون چه مدلی هست، با چهره ناراحت بالا سر این، حالا اون آقای که هر کسی که بود اونجا وایساده. اون بدن هم حالا هر کسی که بود، حالا همه یعنی چیز از که نظر مثل شما من اون بدن شبیه شما بود، ولی حالا هر کی هست، حالا هر کسی که میخواد باشه، بله، هر کسی که میخواد اصلا باشه. مهم نبود. این فقط آقایی هم که ریشه خضاب کرده میشناختینش؟ اینو من وقت کامل میشناختم. ایشون شخصیه به نام آقای ایرج خورشیدوند که برادر زندایی میشد. ولی اونجا به یاد نمی آوردین که این برادر زندایی منه؟ اونجا میگفتم این آشناست، ولی اونجا نمیدونستم، اون لحظه اول، اون لحظه نمیدونستم. تا بعدها که حالم بهتر شد اومدم منزل با پدر مادرم صحبت کردم، گفتم یه آقایی با این وضع سر و صورت، با این لباس، با این شلوار، با این در واقع با این تیپ و قیافه‌ای که هست اونجا من دیدم. این کی بوده؟ گفتن که ایرج خورشیدوند بوده. میگم وقتی توضیح داد این آقا رو با این نشونیا دیده، ما گفتیم اون داداش زندارش هم بوده کنار تخت فرار. که دستاشو گذاشته روی ساق پای شما؟ نه، دستشو گذاشته بود بغل تخت، حد فاصله زانو تا کف پای من. بله، یعنی قسمت یعنی پایین به تخت. محاذات ساق پای شما. بله. دو طرف. بله. سرش پایین بود و صورتش معلوم بود که خیلی ناراحته و اون ناراحتی که توی وجودش بود دقیقاً احساس میکردم. آقای ایرج خورشیدوند بوده که الان ساکن شهرستان درود هستن. خونه ایشون و مرحوم پدرشون حاج احمد خورشیدوند با خونه پدر بزرگ مادری من روبروی هم بودن توی یک کوچه و ما چون از صبح تا شب اون موقع که اونجا سکونت داشتیم با اینا در ارتباط بودیم و حالا دایی من دامادشون حساب میشد و این حرفا، انگار که عضو یک خانواده بودیم. وقتی که شنیده بود که من تصادف کردم و وضعم 3% هوشیاری دارم، کمم و این صحبت ها، گفته بود که نرم خونه لباس عوض کنم. همونجا شنیده بود با اون ماشینی که داشت میومد تهران، اومده بود تهران بالای سرم که بعد از چند روز که گفتن حالش داره بهتر میشه اون موقع برگشته بود. ما هلوش سال 1180-81 بود ظاهرا خونه بودیم که زنگ زدن گفتن که آقا فولادوند از دانشگاه برگشته، تصادف کرده. خب ظاهرا ما به طبع اینکه بچه بسیار مؤدب و خوب و فعال و تیزهوشی بود خیلی ناراحت شدیم. بعد از حالا چند روز که ما از سر کار اومدیم و مرخصی گرفتیم و اومدیم تهران، اومدیم شب خونه خواهرمون اسلام شهر رو با فرداش رفتیم تهران، رفتیم بیمارستان. آقای فولادوند که تو بخش مراقبت‌های ویژه بود و هوشیاریش اصلا پایین بود. ظاهراً دکترها یه قطع امید کرده بودن. ما رفتیم ملاقات، در حین ملاقات همون روز خواستم ببرنش یه سی تی اسکن از سرشون بگیرن. چون ما هم اونجا بودیم گفتم به ما کمک کنید. ما هم گفتیم چشم. خلاصه سی تی اسکن طبقه منفی بیمارستان بود. ما همراهشون تخت مراقبت ویژه رو برداشتیم و رفتیم زیر زمین و حالا یه رو 20 دقیقه طول کشید. سیتی کردن و آوردیم بالا و خلاصه شب برگشتیم خونه. توی صحنه بعد من دیدم که وسط خیابون جایی که محل سکونتمون هست وسط خیابون وایسادم. چند تا از دوستان و رفقای قدیمی سر کوچه وایسادن. قدیمی یعنی مربوط به چند سال قبل؟ کسایی بودن که با ما هم رابطه خویشاوندی و فامیلی داشتن و هم توی محل یک 10-15 سالی با هم دیگه همسایه بودیم. آها.
اینا که سر کوچه وایساده بودن، سر ظهر هم بود، ساعت 12:30 که سر ظهر بود، 12:30. یه لحظه من سر کوچه بودم، وسط خیابون وایساده بودم، دیدم 2-3 نفر از آشناهای قدیمی اومدن رد شن. 2 تا از آشناهامون از این قسمت مدرسه تعطیل کرده بودن، داشتن میرفتن. این 2 تا دیگه از آشناهای قدیمی. بله. من اینا رو رفتم دیدم، شناختم، رفتم گفتم سلام، حالتون چطوره؟ کاریم نداشتن. محل نذاشت. اصلا. بعد دست تکون دادم، منم فرهاد. سلام، منم فرهادم. به هیچ شما من توجه نمی‌کردم. انگار نه انگار. با این 2 نفر با هم دیگه حرف می‌زدن ولی با من کار نداشتن. تعجب نمی‌کردی؟ خیلی هم تعجب کردم و هم ناراحت شدم. آها. از اینکه خب چرا منو نمی‌بینن؟ چرا با من حرف نمی‌زنن؟ بی محلی میکنن. حتی طوری دست تکون دادم که 1-2 تا سیلی هم زدم تو صورت اون شوخی طرف. جدی؟ نه، تکون دادم دستو وقتی که در واقع کاریم نداشتم با ناراحتی زدم تو صورتش که منم. انگار نه انگار با هم حرف میزنن و دارن میرن، انگار نه انگار کسی میبینن. دستم که از صورتش رد میشد اینور، یه شوک به قلبم وارد میشد. اون فرهادی رو که اونجا با اونا حرف زد و کاریش نداشتن، هم ناراحت شد از این که چرا، هم تعجب کرد که چرا منو نمیبینن، کاریم ندارن، و هم ناراحت شد از این که چرا تو این دنیاست. حالا چراشو نمیدونن. اون پس این دست رد شد، یه شوکی به قلب وارد شد، یعنی متوجه شدید که توی یه دنیای دیگه ای هستین. دقیقاً از شونه سمت سمت راست اون فرد رد میشم، از سمت چپش میرم بیرون، یعنی از وسطش رد شدم. از توی اون آدم رد شدیم؟ کامل از اولیه رد شدم. طوری بود که دومی که بغل دستش بود یه قدم جلوتر از این شد، از پشت اون رد شدم. چرا این کارو کردین؟ رد شدم که برم با ناراحتی برم مثلا جای دیگه. از ناراحتی؟ بله. یعنی دیگه فهمیدین چه وضعیتیه؟ دقیقاً 2 تا حس به هم منتقل شد. یکی ناراحتی از این که چرا هیچی کاریم نداره، و وقتی که خواستم رد شم ازش برم که دیگه اون شوکی که بهم وارد میشد که کاریم نداشتن، ناراحت بودم، به خودم گفتم این چه دنیاییه. جمله‌ای که اونجا به خودم گفتم، این چه دنیاییه؟ این چه دنیاییه که من توش هیچی کاریم نداره و به محل نمیذاره. این 2 تا حس رو درک کردم. مشتم رو که پرت کردم دیدم از رو صورتش رد شد. در همین حال که من اومدم از اینا رد بشم و آقای موضوع یه نکته‌ای داشت، این نبود که من قدم بزنم، صاف میرفتم، یعنی قدم زدنی تو کار نبود. یعنی پاور نمیداشتی؟ نه اصلا اینکه قدم بزنم راه برم مثل اینجا بلندشم بشینم نبود. انگار سر میخوردین. دقیقاً همینجور. بله دقیقاً. بعد روی زمین بود، پای شما یه بالاتر بودین از زمین؟ اونجایی که من با اینا بودم همسر، یعنی در واقع روی زمین بودم ولی زمینی احساس نمی‌کردم. چه زمین بودم، چه 1 سانت، چه 5 سانت از زمین فاصله داشتم، هیچ فرقی واسم نمی‌کرد. یعنی اگه روی زمینم بودم واسم فرقی نمی‌کرد. این 2 نفری که اونجا بودن رو اسمشون رو یادتون هست؟ اون 2 نفر از آشناهامون بودن، ولی اون نفری که اصلی که بعد از این که این صحنه رو من انجام دادم، یه لحظه وقتی که رد شدم مادرمو دیدم اومد دم در حیاط. شخصی رو که رسول دهناری باشه سر کوچه بود، دید. وقتی که اونو دید دستش رو گذاشت رو صورتش و رفت تو حیاط. حالا من بین این 2 نفر وسط کوچه وایسادم دارم میبینم این صحنه رو. این که رفت تو حیاط دیدم اونم بدو با استرس خیلی عجول اومد رفت خونه ما. من که همینجا وسط کوچه بودم دیدم که این اومد رفت خونه ما، از اونجا صاف رفتم بالا سر دیوار خونمون. از زمین فاصله گرفتین رفتیم بالا؟ دقیقاً مستقیم رفتم اون بالا، بالای در. حالا 3 متر اگه ارتفاع در باشه، 1 مترم بالاتر 4 متر. حس میدونستید که میتونید برید بالای دیوار؟ حس میکردید میتونید، یا اینکه نه بدون اینکه بدونید میتونید رفتید اون بالا؟ نه، بدون اینکه بدونم میتونم. چون تا قبل از این که شما پرواز نکرده بودید؟ خیر نه، بدون اینکه اولین بار ناخواسته رفتید بالای دیوار؟ بله، یعنی خودم اونجا دیدم. بله. بعد دیدم که حیاط خونمون، سمت چپ درخت انگور، حیاط، سمت راست هم دیوار، حالا در ورودی، بغل درخت رسول دهناری وایساده، بغل دیوار سمت راست مادرم. حالا فاصله 2-3 متر. رسول خودشو میزد، گریه میکرد، با پا میکوبید رو زمین،
میگفت به خدا فرهاد خوب میشه نمیمیره. مادرم باز هی اشک میریخت و گریه میکرد، میگفت نه پسر من اگه زنده بود، اگه کما نبود، الان سر کوچه با شما، بین شما بود. اما دم در خودمون 3-4 متر اونورتر بود، این درخت اونجا بود، آقا رسول با بچه ها اونجا بودن. بعد من که بچه ها رو دیدم ناراحت شدم. به ما نگاه کرد، دستشو گذاشت صورتشو، حالتی که گریه کنه، رفت داخل خونه. من فهمیدم، به این دوستم بودم، من رفتم دم خونه آقا فرهاد، رفتم پیش مادرش، رفتم تو حیاط، دیگه داخل نرفتم، دیدم تو حیاط داره گریه میکنه همون حالت. بعد منم طبیعت ایشون دیدم، ناراحت شدم. بعد می‌خواستم بهش واقعا یه جور دلداری بدم. یا آقا رسول اومد به من دعوا کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ به خدا فرهاد خوب میشه، چرا الان که گریه میکنی شب و روز؟ بعد گفت نه فرهاد اگه خوب بود الان پیش شما سر کوچه و من شما رو دیدم. و من اون لحظه دیگه من خودم ناخودآگاه اشکا اومدن و خیلی ناراحت شدم. شما بعداً اینو با مادر، با آقا رسول مطرح کردین؟ کامل مطرح کردم. من مطرح کردن من به این صورت بوده که به رسول دهناری گفتم دست راستتو مشت کرده بودی، با پای راستت که میوری بالا میکوبیدی زمین، بعد دستاشو مشت کرده بود، با پای راست میزد رو زمین و میگفت چیزیش نمیشه. این برمی من اون مقصد بودم، فقط مادرش واقعا اون موقع اصلا شرایطش خوب نبود، نگران بودی. و آقای موضوع، من از اون بالای در، حالا 3 متر 4 متر ارتفاع، دقیقاً دونه های اشکی که از چشماش می اومد و به صورت صحنه آهسته همین الان تو ذهنمه. دقیقاً دونه های اشکی که از صورتش می اومد و دقیقاً انگار زوم کردم و الان دارم بهش نگاه میکنم. تک به تک اشک ها رو مثل اینکه یه ذره بین بذاری روی یه قطره، کامل به اون یه قطره نگاه کنی بیاد پایین، انقدر واضح و دقیق. از نزدیکترین فاصله این قطره رو من حتی مولکولهاش هم دیدم، نه اینجوری بهتون بگم. اون قطره اشکی که الان من تو ذهنم، فکر کنین رسول دیناریه، من دارم نگاهش میکنم، اون مولکولهای ریز و درشتی که توی قطره اشک بود اونم دیدم. یه صحنه دیگه پدرم رو دیدم که از توی حال اومد توی آشپزخونه و پشت اوپن توی آشپزخونه در واقع نشست، پیرهنش رو در آورده بود با یه زیر پیرهن، نشست توی آشپزخونه و با وجود اینکه شام برای مهمونا پخته بودن، غذا بود، گفت گرسنه‌ام نیست غذا نمیخورم تا ساعت 12:01، البته تا آخر شب منظور. اونجا دیدم که مادرم اومد 2 تا تخم مرغ شکست توی یه مایتابه و گذاشت جلوش با نون و وسیله. تا صبح لب به غذا نزد و گریه میکرد. و شما تا صبح بودین و میدیدین؟ دقیقاً جایی که روی اوپن نشسته بود من بالا سرش وایستاده بودم، یعنی 1 متر با خودش فاصله، تقریباً 1 متر هم بالاتر از خودش، و من داشتم به این نگاه میکردم و سرشون رو گذاشته بودن روی دستاشون، دستاشون رو روی زانوهاشون و گریه میکردن. باباش از بیمارستان اومد گفت من خیلی گرسنمه، 2 تا تخمه شکوندیم براش، همون 2 تا تخمه دست نزده مونده بود تا فردا صبح. وقتی رفتم دیدم هیچ اصلا دست نداده به غذا، همون جوری دستاشو گذاشته داره گریه میکنه. مادرم بلند شد اومد تو آشپزخونه نگاه کرد و با زبان محلی بهش گفت که مرا هنی قضا نردیه، پس هنوز غذا تو نخوردی؟ و پدرم گفتن که که جنازه ها بیمارستان مو بشیدم نو بخورم. گفت پسر من جنازه توی بیمارستان من بشینم غذا بخورم؟
خانمم غذا درست کردن، معمار زیاد داشتیم، من نخوردم غذا. آخر سر دوباره دو تا برام تخم مرغ درست کرد، گفت شاید این غذا بالاخره بوش بده خود نخوریم. بازم نخوردم، حقیقت بازم من نخوردم. بالاخره کسی که بیاد بچهش به اون وضعیت از دستش بره حالش چجوری میشه؟ بدون وزن جای تاریک بودم، یعنی تو آسمون، توی فضا، همه جا تاریک. به سرعت از اون بالا، یعنی به یه آن اومدم بالا سر خونه خودمون روی پشت بوم و باز همه جا تاریک. دیدم که مادرم از در خرپشته. در کجا؟ تهران، اسلامشهر، محل سکونتمون. بله. دیدم که مادرم اومد و بارون میزد. اومد شب باران. بله، موهاشو پریشون کرد و شروع کرد به دعا کردن، یا ام البنین، یا امام حسین، یا فاطمه زهرا. بیشتر حضرت ام البنین رو خطاب قرار میدادیشون که پسرمو بهم برگردون. من زمانی که دیدم مادرم تنها اومد بعد از اینکه بارون زد و خیس شد، 3 تا از خواهرام با چشم‌های گریان اومدن پشت سرش زیر بارون وایسادن. من متوجه شدم که خواهرام اومدن، ولی مادرم بعد از اینکه برگشت با تعجب اینها رو دید. فامیلا گفتم برو پشت بون دعا کن، دعای مادر میگیره. منم رفتم پشت بون دعا کردم جلو بارون. شاید 1 ساعت 2 ساعت بیشتر وایسادم. دیگه کلا بدنم خیس آب شده بود. بعد وقتی گفتم شاید خودم تنها ام، وقتی نگاه کردم برگشتم که بیام دیدم دخترها 3 تا پشت سرم وایسادن. دخترم هم خیس آب شده بودن، فقط دستاشون داشت لرز میزد جلو بارون. دخترم هم خیس آب شده بود. اون تاریکی شب دید شما رو کم میکرد مثل افراد عادی، یا دیدتون قوی تر از حالت عادی بود؟ اینکه قوی تر بود دقیقاً چسبیدن لباسهاشون بر اثر خیس شدن قطره های بارون به بدنشون و خیس شدن موهاشون همه رو کامل دیدم، ولی همه جا تاریکه. یعنی از فاصله 40-50 متری شب تاریک، بله، در نزدیکترین فاصله تماس لباس با پوست رو کامل و رطوبت رو اینا رو هر 4 نفرشون، یعنی هم 3 نفر که پشت سرشون وایساده بودن هم مادرمو، این خیس شدن لباس ها و موهاشون و ناراحتیشون رو کامل من حس کردم و دیدم. و اون حسایی چه آقای خورشیدوند، چه خواهرام، مادرم، چه همه اون حساشون با خودم هست هنوز. بعد 20 سال کامل میدونم که چه حسی داشتم. 20 سال گذشته اون حسه نمیره. قشنگ انگار که همین الان دارم نگاهشون میکنم، هم اون آقا رو، هم اینا رو، هم رسول دهناری رو. تقریبا ساعت سر ظهر بود، کوچه ها خلوت. خودم رو دیدم که توی یه کوچه‌ای هستم بالای سقف ساختمون ها. نگاه کردم، این کوچه آشنا بود برای شما؟ بله میدونستم کجاست. یک خانومی با یک بچه‌ای سر ظهر که همه جا خلوت بود، کوچه خلوت بود، خیلی با عجله از خونه اومدن بیرون، در رو بستن و با عجله رفتن منزل یک نفر دیگه. شما اینا رو میشناسین؟ بله. هم این خانم، هم اون بچه و هم اون نفر دیگه؟ کاملا. بله اینا رو من از قبل میشناختم. از بالا نگاه میکردم، خب منم بالا بودم، اینا که از تو کوچه رفتن مثلا کوچه بعدی، من از همون بالا نگاهشون میکردم. دیدم در زد، یه خانم دیگه اومد در رو باز کرد. وقتی در رو باز کرد رفتن داخل خونه نشستن. یه درخت توی خونه بود، توی یه حیاط کوچیک، و به دلیل اینکه هوا نسبتاً حالا خنک بود توی بهار، داخل ساختمون نشستن، دم در ورودی حال، جایی که حیاط بود. حیاط دم در ورودی حال. بله. اونجا نشستن، طوری که در باز بود. خانومی که مهمان بود جلوی در نشست. خانومی که میزبان بود تعارف کرد که بیا داخل بشین. گفت نه، هوا همینجا خوبه، دم در میشینیم. منم واسه بودم بالای
حیات بالای حیات پشت درخت در واقع، از لای شاخ و برگ دارم نگاهشون میکنم، کامل دارم میبینمشون. شاخ و برگ مانع دیدن نیست اصلا به هیچ عنوان. اینکه نبینمشون نه، کامل میبینمشون، ولی میدونم که پشت درخت وایسادم، اینو میدونم ولی کامل یعنی میبینم. درخت رو میبینم ولی اونا رو هم میبینم کامل. بله. انگار که هیچ برگی نباشه، انگار که اصلا درخت نباشم همینطور میبینم. دقیقاً درخت ولی هست، شاخ و برگش هم هست ولی من اینا رو کامل دارم میبینم. اونجا روی بدن خاک و چیزای دیگه. آره من بدن خودم رو کامل میدیدم. با اینکه مانع روش بود باز هم با اینکه می‌دیدی. مانع بود بدن خودم رو کامل میدیدم و حتی منو یادم نیست که اصلا مثلا حتی اون سقف سبکه رو من دیده باشم. من از بالا ساختمون رو میدیدم، سقف رو میدیدم، سقف سر جاش بود، جسمم هم میدیدم، هیچ چیزی جلو این دیدم رو نمیگرفت که من جسمم رو میدیدم، شفافم نبود سقف. نشست دم در، میزبان داخل آشپزخونه 2 عدد چای روی سینی آورد گذاشت جلوش با قندون و فی‌البداهه شروع کردن به صحبت کردن در مورد من و مقایسه سن من و سن برادر میزبان که فرهاد با سن 15-16 سال چه کارایی انجام میده که برادر من تو سن 40 سالگی هم این کارا رو هنوز نتونسته انجام بده. به نیکی یا به بدی؟ به بدی. بدگویی میکردن کامل. و من متوجه شدم که اون عجله برای اومدن از خونه بیرون 2 تا حال بیشتر نمیتونست داشته باشه. یکی این که سریع میخواست به اونجا برسه و شروع کنه به صحبت کردن، با عجله بیاد غیبت کنه. دقیقاً. یا اینکه با عجله بیاد طوری که خیابونا شاید خلوت باشه، کسی نبینتش که فرصت نکرده بود برای عجله کردن، برای صحبت کردن لباساشو کامل بپوشه. یعنی یه چادر زد سرش، زمانی که رفت اونجا چادر از سرش افتاد، نشستن شروع کردن به صحبت کردن در مورد فرهادی که الان تو بیمارستان و نیاز به دعا دارد. یعنی پدر مادر همه میگن دعا کنید که این خوب بشه و اینا رفتن نشستن شروع کردن این صحبت کرد. نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که ایشون خیلی اصرار داشتن که ما اینو نگیم تو برنامه، گفته نشه، ولی خب گفته شد. چرا گفته شد؟ خاصیتش اینه که اون 2 نفر و فقط اون 2 نفر خودشون متوجه میشن که چقدر این مطلب دقیق و درسته و ایشون هم تا الان نگفته بودم بهشون که من شما رو دیدم، بدگویی کردن های شما رو دیدم. اونها الان از طریق دیدن برنامه متوجه میشن که ایشون چه اطلاعی داشتن. امیدوارم که این 2 نفر تغییر رویه میدن و این تغییر رویه از طریق اونها به نسلشون، به خانوادهشون منتقل بشه و قرنها بعد، اگر قرنها بعدی باشد، انشالله در نسلشون این تأثیر خوب رو بذاره. 2 نفر مثل 2 درخت هستن که رشد میکنن. ما به خاطر شاخ و برگ اونها خواستیم که ایشون این رو الان بیان کنن. نظرش این بود که نه، اونا اگه بفهمن ناراحت میشن، ولی خب الان آبرویی که از اونها زائل نشده، فقط این که خودشون متوجه شدن، چون ما هم نمیدونیم اونا کی هستن. ایشون به ما نگفتن اسم فامیل اون خانم‌ها رو. بله. تا اینجا موارد از افرادی گفتیم که هستن و تایید کردن و میدونن و ما اونا رو میبینیم. من یک سری برنامه‌ها، یه سری داستان‌هایی رو هم که دیدم مربوط به افرادی میشه که زنده نیستن، ولی اونجا که با هم صحبت کردیم با نام و نشانی و آدرس دقیق به من گفتن برای افرادی که اینجا هستن تعریف کنید. پس یعنی الان زمین، مشاهدات زمینی تمام شد. بله. میخوایم بریم به مشاهدات آسمانی. بله. کامل. نفسی تازه کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم.
توی فضایی همه جا تاریک بود، وایساده بودم، یه صحنه‌ای مثل فیلم سینمایی جلوم روشن شد، طوری که از فاصله 1 متری تقریبا، خیلی فاصله نزدیک، داشتم صحنه رو میدیدم. خودم رو دیدم که با همون لباسی که اون موقع تنم بود، تیشرت، شلوار، لیه کاغذی، کفش، با همه جزئیات. اون موقع یعنی کی؟ یعنی زمانی که تو این دنیا قبلا واسم اتفاق افتاده بود. چه زمانی بود؟ اون زمان چه زمانی بود؟ تقریبا 1 سال قبل از اتفاقی که برام بیفته. 1 سال قبل از تجربه. بله. خب این زمانش مکان کجا بله. بود؟ سراح آذری، خیابون شمشیری، هنرستان فنی نظام مافی. بله. از اون خیابونی که داشتم میرفتم مدرسه، دیدم که خودمم دارم میرم تو این مسیری که از پل هوایی رو رد کردم، اومدم تو اون خیابونی که برم واسه مدرسه پیاده. بله. وقتی خودم رو دیدم متوجه شدم که همه چیز مثل خودم، این خودمم، مثل فیلمی که دارم نگاه میکنم. فقط تنها تفاوتی که با بقیه فیلم ها داشت این بود که میدونستم الان از این کوچه دارم رد میشم، میخوام چه کارهایی انجام بدم. یعنی میدونستم. شمایی که بیننده بودین میدونستین میخواین چی کار کنین؟ بله. یا اونی که داشت میرفت؟ منی که بیننده بودم. بله. میدونستم که الان میخواد بره، نیم ساعت بعد، 1 ساعت بعد، یعنی توی خیابون که داره میره، بعد بره مدرسه، چه کارهایی انجام بده، چون قبلا انجام داده بودم این کارا رو. یادتون اومد؟ کاملا. یعنی قدم زدنش رو دیدم تا رفت و تمام کارهایی رو که قبلا انجام داده بودم توی اون مسیر رو دیدم و میدونستم میخواد چه کار کنه. از یه زاویه جدید و از یه فاصله‌ای که تا الان ندیده بودین. بله. بعد متوجه میدونستم که الان میره و با یک شخصی که هیچ نسبتی ندارد و حق صحبت کردن یا سلام علیک کردن یا هر مسئله‌ای که باشون ندارد، میدونستم میخواد بره باهاش صحبت کنه. اونجا ناراحت شدم. با یه نامحرم، با یه غریبه. بله. بعد انگشت خودم رو توی اون حالتی که بودم گاز میگرفتم، دست خودم رو گاز میگرفتم، قلبش اون خدایا کاش این کار انجام ندم. ولی متاسفانه فیلمو بهت نشون میدن، کیفیتش هم خیلی بالاست، طوری که به هیچ عنوان نمیتونی این کار کنی. یادم میاد یک آقایی تقریبا میان سال، قد متوسط، پیرهن قهوه‌ای، شلوار پارچه‌ای مشکی، نشسته بود لبه جدول، میخواست از خیابون رد بشه. این که توی فیلم فکر میکنم برم دستشو بگیرم، هواشو داشته باشم ببرمشون خیابون، و متوجه شدم و قبل از این که بهش برسم و این کار رو انجام بدم، یعنی دستشو بگیرم از خیابون ردش کنم. مثل اینکه یه خورده حالا به هر حال هر طوری بود اضافه وزن داشت، خیلی چاق بود، نمیتونست خوب عرض خیابون رو طی کنه و از اونجا عبور کنه. این هم در واقعیت فیزیکی اتفاق افتاده انجام شده بود و اونجا قبل از این که من این کار رو توی فیلم بهم نشون بدن، خوشحالیش رو احساس کردم، که خوشحالی این که این کار رو انجام دادم و در واقع گفتن ثوابی رو انجام دادم. دیگه چه چیزهایی از مرور زندگی یادتون هست؟ اون چیزی رو که من دیدم و تو اون صفحه سینمایی برام روشن شد، همین گذشتن از اون خیابون و رسیدن به مدرسه بود که این 2 صحنه رو انجام دادم. ولی صحنه‌ای که خیلی ترسیدم و وحشت کردم رو بدون وزن ایستاده بودم، به سمت پایین نگاه کردم، یه صحنه‌ای روشن شد دوباره. 2 نفر رو از پشت دیدم، خیلی هیکل‌های قوی، قدهای بلند، هیکل‌های قوی، شلوار و پیرهن نداشتن، شلوارشون تا اینجا بود، از پشت که نگاه میکنم به رنگ مشکی، موهای بلند. 2 نفرشون، 1 نفرشون یک کارد بزرگ، اونی که سمت، یعنی از این زاویه که من میبینم سمت راستیه، یک کارد بزرگ دستشه، سمت چپیه 2 دست آزاد. کسی که کارد بزرگ دستش بود، یک تنه درخت نیم متری تقریبا جلوش بود، 20 متر 10 متر بیشتر
نزدیک 20 متر جلوتر یه صف طولانی بود که تا سیاهی ها میرفت. این صف سیاهی چیه؟ یعنی صفی که به ترتیب افرادی پشت سر هم وایسادن تا جایی که دیگه دیده نمیشن. تاریک بود. تاریک میشد. یعنی دور و بر همه تاریکه، فقط اون صحنه سفید رو من دارم میبینم، صحنه‌ای که روشن شد. یه صفی که تا عمق تاریکی ها میره. دقیقاً. این دو نفر وایساده بودن در فاصله 20 متری این دو نفر. صفی که شروع شده بود، پیرمرد، زن، پیرزن و افرادی که توی صف وایساده بودن، من این جلویی رو تشخیص دادم. یادم میاد اینا نفر اول از صف جدا میشد، 10 متر میومد جلو، بعد به فاصله 3-4 متری این دو نفر که میرسید به سمت راستی من که اینجا دارم نگاه میکنم تو این زاویه دید، 2 تا دستشو میذاشت پشت کمرش، چند قدم میومد جلو، زانوی پای چپشو میذاشت روی زمین، سرشو میذاشت روی این تنه درخت، یعنی کاملا تسلیم با اختیار خودشون. میومدن زانوی چپشو گذاشت روی زمین، سرشو گذاشت روی تنه درخت. این آقایی که کار دستش بود با دست چپ موهاشو گرفت، با دست راست سرشو البته شروع کرد به بریدن و این سر رو پرت میکرد به اون سمت. اون آقایی که بغل دستش با دست خالی وایساده بود میومد این بدن رو میکشید کنار. اون نکاتی که توی جزئیات من بهتون بگم، یکی این که وقتی سر اینا بریده میشد هیچ گونه خونی نداشت، یعنی خون رو زمین ریخته نمیشد، کثیف نمیشد، اصلا خونی وجود نداشت. بعد از این که اینو بدن و اون سر رو که میبرید مینداخت کنار، این بدن رو این بغل دستی میکشید کنار، من ناگهان متوجه شدم که اون سر چسبید به این بدنه، دوباره زنده شد، سر پا رفت ته صف تا دوباره نوبتش بشه. فقط این میگم دارم فاصله یواش اینجوری پشتش میزد، این پرت میشد پایین. از اینجا پرت شده اینجا رودخونه مذابه، اینجا که پرت شده به اینجا میرسید آتیش میگرفت، همینجوری میسوخت اینقدر حرارت زیاد بود. اینجا میرسید آتیش تموم میشد، دود میشد، خاکستر میشد، میرفت هوای انسان به این مذاب نمیرسید، اینقدر حرارت زیاد بود. دوباره نگاه کردم زنده تا صف داره میره بالا. همین فرد اینو که دیدم وحشت کردم. البته اونجا من 2 تا وحشت کردم. یه وحشت از این بود زمانی که این آقا اومد بره واسه ته صف تا نوبتش بیاد، یعنی من حس کردم که این، با خودم فکر کردم این دوباره چسبید سر به بدن، زنده شد، چرا داره میره اون سمت؟ متوجه شدم رفته که باز نوبتش بیاد، بدون هیچ استرسی، بدون هیچ ترس و لرزی اومد بره باز نوبتش بشه. این یه نکته بود توی ترسم، خیلی وحشت کردم. یکی این که نگاه میکنم دقیقا یادم هست الان اون 2 نفر رو که من از پشت دیدم، میخواستم برم صورتش رو ببینم، از جلو اینا رو ببینم، میترسیدم. به نیمرخ اینا که میرسیدم خودم میکشیدم کنار. چرا؟ بس که وحشتناک بودن، یعنی از پشت قوی بودن، مشخص بود. بعد از جلو من از این دقیقا همین کار اونجا انجام دادم، اومدم که برم کنار صورتشون رو ببینم، به نیمرخ که میرسیدم برمیگشتم. خیلی وحشتناک بودن. یکی از ظاهر اونا خیلی وحشت کردم و جرئت نکردم تا آخرم نگاه نکردم، جرئت نکردم نگاه کنم. یکی از رفتن به اون ته و دوباره نوبتشون بشه. الان یادم میاد دقیقا زمانی که این پیرمرد اومد جلو، 2 تا خانم پشت سرش بود، بعد با صف افراد دیگه سر صف بودن. همون موقع که تو اون حالت بودم فکر کردم اینا همه سنشون بالاست، میان سالن و پیرمرد نزدیک 70 سالش بود، اون خانم همه 40-50 به بالا بودن. یادم میاد همون موقع نگاه کردم، بچه من اونجا ندیدم. دلیلش رو متوجه شدی چرا؟ خیلی آیا موضوع خود وایستاده بودم، باز یه صحنه جلوم روشن شد. یه باتلاقی رو دیدم که از این فاصله که نگاه میکردم آب چرکین و کثیف و متعفنی بود و تشخیص میدادم این آب جوش میزد.
یعنی مثل آتش فشان که جوش میزنه صحنه آهسته، همینجوری یواش یواش داشت میجوشید. 3-4 نفر زن و مرد دیدم اونجا کنار هم بودن، نزدیک به هم. سرمو برگردونم توی فاصله ای یک نفره تک و تنها، یعنی از با اینا فیق مقدار فاصله داشت. اونجا نگاه کردم دیدم خودم هم اونجام. اونی که اونجاست داره دست و پا میزنه خیلی آهسته، دیدم همه چیز سر صورتش رو نگاه کردم، چون بدن توی اون لجن و تو اون باطلاق بود. از سینه به بالا تقریبا که صورتش رو دیدم دقیقا دیدم خودم. بعد نگاه کردم گفتم من اینجا چی کار میکنم؟ بعد از این که یک مقداری توی اون لجن بیشتر فرو رفت، تلاش و تقلا میکرد که این آب توی دهن وارد نشه، ولی وارد شد و از جایی که این نقطه گلو رفت پایین رو من اونجا دقیقاً حس کردم و اون حس هنوزم همراهم هست. هنوز همراه شماست؟ دقیقاً الان میدونم که چه صحنه‌ای به وجود اومد و همون حس رو دقیقاً با هر بار صحبت کردن توی گلوم حس میکنم. خیلی سخته. متعفن، جوشان؟ بله. و هر بار که میفرمایید اینجا حسش میکنه؟ دقیقاً. متعفن بودن، جوشان بودنش رو دیدم، متعفن بودن و لجنزار بودن اون باطلاق رو هم توی دیدن متوجه شدم. یک آب سنگینی که خیلی آهسته جوش میزد و هم زمانی که و سوزشش رو از زمانی که وارد دهان و حلقم شد کاملا اینو حس کردم. راهی هست برای اینکه از این حالت بیرون بیایید یا حسش نکنید؟ آقای موضوع، توی اون مدتی که روح از کالبد جسم خارج می شود و اون ادراک هایی رو که اونجا حس های خوشحالی، ناراحتی، همین خوردن آب متعفن، همه اون چیزهایی رو که من دیدم کامل همراهم هست و هر کسی دیگه هم جای من باشه همین مسئله رو دارد. از واقعی تر هر لحظه که بخواید فکرشو کنید، یعنی به آن دقیقا همه اون حسا میاد همراهتون. گذرا نیست، فانی نیست، حقیقت محض، کاملا حقیقت. برای شما کمرنگ یا فراموش نشده؟ به هیچ عنوان. چه باید کرد؟ چی کار میخوایم بکنید؟ چه جوری چی کار میکنید که این یا به یادتون نیاد یا کم بشه؟ اصلا از دست شما ساخته هست کاری کنید براش؟ به هیچ عنوان. یعنی این حس همیشه همراهم هست، هر لحظه که بهش فکر میکنم و هیچ راه فراری هم از اون وجود نداره. این زندگی شماست؟ بله. من هم عذرخواهی میکنم و هم قدردانی میکنم که به خاطر بینندگان و به خاطر بیان این موضوع در برنامه باز این مسئله رو تداعی کردید و باز این حس برای شما پا گرفت.
آن سوی این قفس نفسی تازه کنیم و برگردیم. جایی رو خودم رو دیدم که از هر طرف نگاه میکردم، بالا پایین چپ راست عقب جلو، هر جا رو میدیدم کامل سیاهی مطلق بود. خیلی ترسیدم که اینجا کجاست، من کجام. هیچی وجود نداشت، سیاهی، همه جا تاریک. توی این صحنه یک لحظه رو به پایین نگاه کردم، دقیقاً اون چیزی رو که دقیق یادم میاد، ماشین پدرم، خونه‌ای که توش زندگی میکردم و یک سری از عموزاده ها، اقوام، دوستان، آشنایان، همه از جلو چشم رد شد و با خودم احساس کردم اینجا کجاست، پس اونها الان کجا هستن؟ این همه دوست، رفیق، آشنا، خونه، زندگی، هیچی وجود نداشت. از دور نگاه کردم، دیدم یک چیزی مثل ماه روشن شد و فاصله دور و خاموش شد. یک لحظه که روشن شد نیمتنه پدرم رو دیدم، یه خورده خوشحال شدم. نه کسی هست مثل این که فی‌البداهه و ناخودآگاه دقیقاً برگشتم، یعنی 180 درجه برگشتم. این دفعه به پشت سر که نگاه کردم، دفعه پیش پدرم رو که دیدم، اون نوره یا اون گردیه حاله نور بالا روشن شد. این دفعه همون نور به صورت دایره زاویه دید که نگاه میکردم رو به افق، این دفعه پایین تر بود. دفعه پیش که پدرم رو دیدم بالاتر بود یه مقدار، وقتی 180 درجه برگشتم نگاه کردم اون نور پایین تر بود، یک مقدار خیلی کم. نگاه کردم مادرم رو دیدم. این دوتا رو که دیدم خوشحال شدم، مثل اینکه تو این تاریکی به هر حال یه چیزی هست، یه امیدی هست، یه کارایی بیش انجام داد. یعنی تنها چیزی که اونجا به دردم خورد، خوشحالم کرد، از اون ترسی که هیچی نبود غیر از سیاهی، هیچی نمیدیدم. وقتی پدر رو دیدم خوشحال شدم، مادرم هم که دیدم خوشحال شدم، ولی با صورت ناراحت دیدمش. توی اون تاریکی و تنهایی نور و امید شما پدر و مادر بود. دقیقاً همین موضوع. توی اون فاصله که این صحنه رو دیدم، فقط پدر و مادر رو دیدم، دیگه هیچ کس و هیچی نبود. من شادی شما رو از خنده شما حس کردم. بله. الان که دارید میگید، الان بعد از مدتی که دارید گفتگو میکنین، لبتون به خنده باز شد. بعد از 20 سال هنوز شادین؟ یعنی دقیقاً الان این خندم به خاطر اون صحنه عرض کردم آیه موزون، هر چیو که دیدم حسش دقیقاً همین الان هست همراهم. یعنی این خنده اون خنده‌ایه که اونجا پدرمو دیدم، این خنده همون خنده‌ایه که اونجا خودم داشتم میزدم که اینو دیدم توی سیاهی. پدرمو که دیدم خوشحال شدم. شما وقتی از باطلاق جوشان میگفتید، بله. از چشماتون من دیدم اشک جوشید. وقتی از پدر و مادر در اون تاریکی گفتید، دیدم که خنده به لبتون نشست. بله. چقدر اون احساسات قوی همراه شما هست هنوز. آقای موضوع 20 سال گذشته از اون تجربه.
دقیقاً بعد از 20 سال صحنه‌هایی رو که دیدم، هر بار که بخوام صحبت کنم هم حس‌هاشو و هم کلماتی که بهم گفته شده شنیدم اونجا، حالا منظور اون چیزی که بهم در شده، بدون یه واو عقب و جلو دقیقاً تو ذهنم هست. طوری اونجا رو دیدم که بعد از 20 سال به اون ایمان دارم کامل، در صورتی که شما رو از فاصله نیم متری دارم میبینم، چون اون دیدن رو دیدم میدونم که این دیدن کاذبه. یعنی میدونم دیدن نگاهی که میکنید به محیط در مقابل اون کاذبه. دقیقاً. یعنی اینجا جعلیه نسبت به اونجا، حتی به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. اینجا هیچی وجود ندارد. یعنی الان من شما رو میبینم، فاصله ما نیم متر از همدیگه، من میدونم، من کاملا اعتقاد قلبی دارم این دیدن من هم کاذب و جعلی است نسبت به اون دیدن. انگار اینجا خواب، اونجا بیداریه. بیداری کامل و محض اونجاست. کامل بیداری اونجاست، کاملا. هیچ کلمه پیدا نمی کنم که بخوام اونجا رو با اینجا مقایسه کنم. همه چیز اونجاست. خودم رو دیدم بدون وزن، وایساده بودم که 2 نفر رو دیدم. سمت روبروی من سمت چپ یک خانوم پیرزنی نشسته بودن، سمت راست یک آقای پیرمردی. یک گلیمی زیر پای اینا پهن شده بود، 2 تا بالشت پشت دست اینا قرار داده شده بود و یک سبدی جلوی اینها بود. یک چشمه آب خیلی زلال و شفافی هم جلوشون جاری بود. من هم تقریبا نیم متر قبل از این چشمه داشتم به اینا نگاه میکردم. اختلاف ارتفاع این 2 نفر و این چشمه آب از زیر پاشون رد میشد شاید مثلا 1 متر میشد. وقتی که اون صحنه رو دیدم، این آبی که جلوی اینها بود، من وقتی بهش نگاه کردم انگار که دقیقاً مثل این میمون که از این آب طعمش و خوشمزگیش و زلالیش رو توی گلوم دارم حس میکنم. با همون دیدن چشیده میشد. یعنی کاملا حس میکردی که این آب چقدر گواراست. بعد از اینکه من این نگاه کردم و این حس به منتقل شد، با تعجب نگاه کردم اون خانومی که اونجا نشسته بود و این آقا. من توجه کردم یک حالا میوهی نمیدونم چی بود، انگور بود یا هرچی نمیدونم چی بود، از توی این سبد ورمی داشتن مینداختن بالا، بدون اینکه تکون بخورن یا زمین بیفته یا به خودشون زحمتی بدن، صاف میومد تو دهان اینا. یعنی خیلی راحت مینداختن بالا، صاف میومد اینجا، بدون اینکه یا از این ور بیفته یا از این ور بیفته یا بخوان خودشون رو تکون بدن. انگار که مکانیزه بهش میگن، صاف میرفت بالا میمد تو دهن اینا. بعد نگاه کردم پیرمرد و پیرزن که کنار هم نشسته بودن، سنشون بالا بود، یعنی پیرزن نزدیک 80-90 سالش بود، پیرمردم سنش بالا بود. میشناختی؟ پیرزن عمه پدرم بود به نام مرحوم عمه جانی. عمه جانی رو قبلا دیده بودیم، میشناختین؟ سن 5-6 سالگی دیده بودمشون. این جانی که فرمایش میکنن در واقع جهانی هست که در لهجه محلی میشه جانی و در جنوب ایران اسم جهانی برای دختران رایج بوده. بله. و این آقا هم پیرمرد بود ولی طوری نشسته بودن که انگار هیچ درد و مریضی و مشکل هیچی ندارن، ولی با همون سن بالا. بعد خانومه خندید، مرحوم عمه جهان گفت که عین جملاته، عین کلماته، گفت که نترس، تو فرهادی پسر کیمرادی، برادرزاده منی، من هم عمه جانیم. مکسی کرد، نگاه کرد، گفت و این هم شوهرمه،
مرحوم قجر. شما دیده بودید اینها رو قبلا؟ خیر. یا میشناختین؟ مرحوم جانی رو سن 5-6 سالگی یادمه دیده بودم، ولی شوهرشون نزدیک 50 سال پیش فوت کردن، ندیده بودم. و این هم شوهرم هست قجر. پشت سر این دو نفر من یه نوری رو دیدم که هیچ جا همچین نوری رو تا حالا ندیدم. نترس، نمیمیری، برمیگردی به همون دنیا. منم نگاش کردم گفتم که اگه شما عمه جانی و میدونی من برمیگردم تو این دنیا، من شما رو تو سن 5-6 سالگی یه بار دیدم، 1-2 مرتبه، ولی اگه برم اونجا بگم مرحوم قجر رو دیدم، که حتی پدر منم شاید یادش نیاد ایشون رو دیده باشه، خیلی سالا پیش فوت کردن، اگه بگم ایشونو من دیدم کسی از من قبول نمیکنه، کسی باور نمیکنه که من شما رو دیدم. مرحوم قجر با خنده، با خوشحالی نگام کرد، گفت بگو من قجر رو دیدم، نشون به اون نشون که من محاسن سفیدی دارم، برخلاف پدرم اسدالله و پسرم اصغر که هر دوتاشون زرد، صورتشون زرده. صورتشون یا ریششون؟ ریششون. بله. ریش صورتشون زرده ولی من سفیدم. یعنی من به پدرم و پسرم که این شباهت رو دارم با اینا این اختلاف رو دارم، که اینو من بعدها صحبت کردم برای بچه‌هاشون و تایید کردم. لذا مرحوم عمه جانی به هم گفت اگه برگشتی تو این دنیا یک نصیحت بهت میکنم، ولی اگه برگشتی خواستی که توی این دنیا راحت بیای پیش ما و یه همچین حال و روزی داشته باشی، بیای پیش ما باشی، سعی کن توی دنیا رسیدی برگشتی تو اون دنیا یتیم نوازی کنی. بدون وزن دیدم که یک صحنه‌ای، یعنی بالا وایساده بودم رو به پایین زاویه دید من که نگاه میکردم 200-300 متر جلوتر یک جایی روشن شد. از اینجا که من رو به رو دارم الان نگاه میکنم یک شخصی دراز کشیده است، طوری که آرنج چپشو گذاشته روی زمین و یه دستش هم روی پاش و دراز کشیده. نگاه کردم خودمم، ولی لباسام دیگه اون لباس ها نبود. یادم میاد اینجا یه لباس آستین کوتاه تنم بود، چون در ادامه وقتی که میخواد دستشو بلند کنه میبینم که موهای دستشو لباس آستین بلند نداره. دیدم دراز کشیده بود. بعد از این بالا که نگاه کردم، این آقا هم که با قد بلند دورش وایساده بود، یه ویژگی که داشت، یه نوری دور، یعنی از بالای سر تا پایین یه دور تا دور این یه نوری بود که این نور سفیدی بود که با نوری که روشن شده بود مثل روز اونجا من داشتم اونا رو میدیدم فرق میکرد. این 100% این نوره از اون نور قوی تر بود، خیلی زیبا، خیلی خوب. اون شخصی که دراز کشیده بود با خودش فکر کرد این آقا چقدر قدش بلنده. فکرش رو متوجه شدیم. دقیقاً دراز کشیده بود آقای موضوع، یعنی انگار همین الان دارم اون صحنه رو میبینم. همین که دراز کشیده بود روی آرنج چپ بهش نگاه کرد، گفت این چقدر قد بلنده. این فکرش رو من در جا متوجه شدم. بلا فاصله اونجا که بودم به خودم گفتم که این از پایین داره نگاه میکنه که فکر میکنه خیلی قد بلنده، چون دراز کشه.
بله. یعنی اون فکری که اون که داشت فکر می‌کرد اصلا حرف نزد، یعنی با خودش حرف زد، گفت این چقدر قد بلنده این آقا. من در جا فهمیدم، متوجه شدم و به خودم اینجا گفتم که اون فکر میکنه چون دراز کشیده است این قدش بلنده. سری رفتم از اون فاصله 200-300 متری 400 متری که فاصله داشتم، سری رفتم دراز کشیدم روی همون فرهاده، یعنی مثل همون کسی که دراز کشیده بود نگاه کردم، گفتم نه زیر آره قد بلنده. بعد اومدم صاف بلند شدم جلوش، طوری که پاهام با پاهاش توی یه تراز باشه، روی یه کف باشه، یه سطح باشه. نگاه کردم دیدم نه واقعا قد بلنده. اینا خواستم ببینم اینجوری نگاه میکردم، چهره ها دیده نمیشد، فقط حالت سایه. من اول متوجه نشدم این بزرگوارا کی هستن. وقتی که نگاه کردم دوباره برگشتم با سر جام، برگشتم سر جام که متوجه شدم واقعا قد بلنده. این فکری که من انجام داده بود من رفتم مقایسه‌اش رو انجام دادم. برگشتم سر جام، یه مکالمه بین اینا انجام شد. اینا یعنی بین اون آقای قد بلند و این فرهادی که دراز کشیده. و چه مکالمه ای؟ صحبتی که کردن این بود، این آقای قد بلند گفت که بدون هیچ اسمی، بدون هیچ نام و نشانی، گفت که دستتو دراز کن، میخوام بلندت کنم. من که در واقع اون بدنه، گفت که من مریضم نمیتونم، حالم بده نمیتونم. گفت نه تو اگه دستتو دراز کنی من میخوام بلندت کنم. من توی اون صحنه دیدم که اون آقاه همینجور که دستش رو زمین بود دستش اومد بلند کنه، بهش گفت که تو که دست نداری بخوای دستای منو بگیری بلندم کنی. این جمله دومی رو که اون شخص بهش میگه، من باز از این جایی که وایساده بودم دفعه اول رفته بودم اینو مقایسه کردم اونم قدش رو، از همونجا دوباره مستقیم از همینجا مستقیم رفتم، این دفعه طوری وایسادم که پاهم رو هوا بود، سرم از سرش نزدیک 1 وجب 20 سانت بالاتر قرار گرفت. یعنی از اون زاویه‌ای که من وارد شدم اون آقای قد بلندی که وارد شده بود دقیقاً میشه از سمت راستش اینجا. از اینجا من اومدم شروع کردم به نگاه کردن، سمت راستش رو کامل نگاه کردم، پشت سرش رو شونه راستش رو نگاه کردم، اومدم تا سمت چپ تا نیمرخ چپ وایسادم، باز ریش و سیبیل و صورتش رو از این بغل نگاه کردم، بعد از این ور که وارد شدم به شونهش توجه کردم، از این ورم به شونهش توجه کردم، دیدم که این آقا شونه دارد. وقتی که دیدم شونه داره اومدم نگاه کنم به دستاش که اگه شونه داره، این که میگه دست نداره، ببینم آقا دست اینجا من میبینم یا نه. چشمم انداختم به دست راستی که قبلا شونه رو دیده بودم بهش توجه نکردم، اینجا هم که نگاه کردم دیدم اینجا دست، انگشت ندیدم، انگشت نداره. یعنی هم از این ور دیدم انگشت نداشت هم از این ور. تک به تک اتم ها، مولکول هایی که از اون فاصله، از این زاویه 300-400 متری دور این نور داره دونه به دونه خودشو نشون میده. تا زمانی که میام اینجا تمام از سمت راست نگاه میکنم، میام سمت چپ، صورت، پیشونی، دماغ کشیده، دماغی که اونجا دیدم، اون 2 تا چشم، ابرویی که دیدم، تمام اینها رو تک به تک مولکولاش و اتماش رو دیدم. یعنی کامل شناساییش کردم. بعد از این که کامل 4 طرفش چرخیدم، سر و شون و پا و لباس و همه چیشو که نگاه کردم کامل، دوباره برگشتم سر جام. آقای قد بلند به این فرهاد درازکش گفت تو اگه دستتو بلند کنی کار به این چیزا نداشته باش، بقیهش با من. و این شد که دقیقا این صحنه که اون فرهاد دستشو آورد بالا و من یادمه این موهای دستشو تا اینجا، یعنی احساس می‌کنم لباس اصلا آستین کوتاه تنش بود، یه پیراهن آستین کوتاه تنش بود، تمام تا اینجا دیدم. دستشو آورد بالا همانا و قطع شدن و ندیدن چیز دیگه هم همانا. و آنجا تمام شد. و بعد از اون چی دیدین اینجا رو؟ های موزون وقتی که به حال اومدم تا چند ماه کسی رو خوب نمیشناختم،
با خودم فکر میکردم اونجا همه جا میرفتم، از در رد میشدم، دیوار رد میشدم، رو هوا بودم. تا چند ماه دقیقا یادم میاد الان این موضوع رو، که تا 3-4 ماه بعدش که تابستون بود به دستم میزدم، دست از این چرا رد نمیشه، به دیوار میزدم چرا رد نمیشم و فکر میکردم اون دنیای اولی که بوده اون فرهاد کی بوده، اون دنیای دومی که اون چیزا رو دیدم کی بوده و الان این سومیه کجاست، در صورتی که این سومیه برگشت به اون اولی میشه. تا من بفهمم که این سومیه همون اولیه چند ماه طول کشید، ولی خب خدا رو شکر متوجه شدم که برگشتم. ما در مطالعاتی که داشتیم در مورد گزارشگران تجربیات نزدیک به مرگ به نقاط مشترکی رسیدیم که این تجربیات از فرهنگ‌های مختلف، چه حالا شرقی باشن چه غربی باشن، این تجربیات رو داشتن. منتها عرض می‌کنم که نسبت به یک مسئله خاصی، یعنی تجربیات زمانمند گزارشگران، خود همین تجربیاتی که مرتبط با مسئله زمان بود، خود این یک سری نکات مشترکی داشت، یعنی یک سری تجربیات مشترکی داشتن که عرض می‌کنم. خب این نکات مشترک چی بود؟ اینی که ما می‌بینیم در این تجربیات سخن از رفتن به زمان گذشته یا آینده است. سخن از احاطه بر زمان هست. اینکه من هم در امروز باشم، هم در فردا حضور داشته باشم، هم اتفاقاتی که امروز هستن رو ادراک بکنم و هم اتفاقاتی که دیروز هستن و یا فردا میان. احاطه بر زمان، این تجربه مشترکیه. تجربه قبل، حالا ما در مطالعات خودمون تعبیر به قبض و بسط زمان میکنیم. تجربیاتی که با تعبیر قبض و بسط زمان از اونها یاد میکنیم، یعنی اینکه زمانی که برای دیگران طولانی بوده، برای گزارشگران تجربه نزدیک به مرگ زمان طولانی، برای اونها کوتاه بوده یا برعکس. همچنین تجربیات فرازمانی، شخص در یک افقی قرار میگیره که میگه من نسبت به همه زمانها حالت تساوی داشتم. و حالا مواردی از این دست، اینها یا تجربه مرور زندگی، اینها موارد مشترکیه که در مورد مسئله زمان و زمانمندی در تجربه نزدیک به مرگ ما اینا رو پیدا کردیم. خب با در نظر گرفتن این نکات مشترک، این تجربیات مشترک، یک سری سوالات، مسائل و یا بگیم چالش فلسفی به وجود میاد. اگر واقعاً سخن از رفتن به زمان گذشته یا آینده هست، آیا اندیشه فلسفی میتونه اینو تبیین کنه، میتونه اینو توضیح بده؟ اگه سخن از احاطه بر زمان هست، آیا ما با مبانی فلسفی میتونیم اینو توضیح بدیم؟ چون یه عده اینجوری فکر میکنن، میگن که این تجربیات و حالا مواردی که عرض کردم که مرتبط با مسئله زمان هست، یه عده فکر میکنن که این تجربیات عقل گریزن. چون مثلا فرض کنید تجربه سفر به زمان گذشته، این چه تبیین عقلانی میتونه داشته باشه؟ لذا میگن که این تجربیات عقل گریزن. دغدغه‌ای که ما داشتیم این بوده که نشون بدیم که این گونه نیست. این تجربیات ما میتونیم بر اساس اون سنت فلسفه اسلامی خودمون، بر اساس اون مبانی که داریم، مخصوصا مبانی جناب صدرالمتعلحین، اینا رو توضیح بدیم که از جهت فلسفی امکان وقوع همچین تجربیاتی هست. این یک مسئله. و مسئله دوم این که با پذیرش این تجربیات ممکن است ما در اون تحلیل‌های فلسفی خودمون دوباره اونها رو باید مورد بازنگری قرار بدیم، تأمل کنیم و چه بسا اونها خود همون مبانی ما تحول در اونها ایجاد بشه. و این دو تا دغدغه اصلی بوده که ما در این مطالعاتی که داشتیم سعی کردیم به اون بپردازیم. یعنی اولا که با فرض پذیرش این تجربیات چه تحولی در اون مبانی فلسفی ایجاد میشه و ثانیاً این که این مبانی فلسفی چه تبیینی میتونن از اون تجربیات داشته باشن و اینکه از جهت فلسفی آیا اینها امکان توضیح و تبیین عقلانی دارن یا نه.
این اتفاق تو دوران تحصیلم افتاد. من در حال فارغ التحصیل شدم بودم و یه عالمه امتحان داشتم و کلی کار سرم ریخته بود و خیلی چیزا رو در این رابطه باید مدیریت میکردم و این باعث شده بود شب و روز فقط درس بخونم. یه روز بعد از ظهر دوباره غرق درس خوندم بودم که احساس خستگی کردم. پیش خودم گفتم بهتره یکم استراحت کنم، مثلا 10 دقیقه دراز بکشم تا بهتر بشم. دراز کشیدم و خوابم برد. بعد مدت کوتاهی از خواب بیدار شدم چون یه صدایی مثل همه آدما می اومد و اون آدما به یه زبونی حرف می زدن که زبون من نبود و من نمی فهمیدم، یعنی آلمانی یا انگلیسی نبود. خیلی آهسته به حالت نشسته در اومدم. بعدش به سمت انتهای تخت حرکت کردم و رسیدم به جایی که دیوار بود و از دیوار رد شدم و به یه جایی رسیدم که شبیه یه پلکان مارپیچ بود و تازه اونجا فهمیدم که خدایا الان اتفاقی برای من افتاده که هیچ تأثیری نمیتونم روش بذارم و چند لحظه بعد حضور شخصی رو کنارم حس کردم ولی اونو هیچ وقت ندیدم، اما حس کردم کسی یا چیزی داره با هم حرف میزنه، هرچند صدایی یا کلامی نبود بلکه درکش میکردم. سوالم از اون حضور کنار خودم این بود که اگه اجازه بدین به زندگی برگردم، مطمئن باشین با خودم عاشقانه تر رفتار میکنم. و این فکرم تا انتهای مغزم خطور کرد. توی لحظه حس عجیبی بهم دست داد. احساس کردم که به عقب برگشتم و برگشتم تو بدنم، تقریبا با سرعت نور و تقریبا به طرز دردناکی چشامو باز کردم و بعد به این فکر کردم که وای خدای من، این چه اتفاقی بود که اینجا افتاده. هم تپش قلب داشتم و هم خیلی آشفته بودم. خب بعدها بود که در مورد اتفاقی که افتاده بود مطالعه کردم، از یه روانشناسم در مورد این موضوع پرسیدم و تقریبا 1 سال بعد بود که برای اولین بار با کلمه تجربه خارج از بدن روبرو شدم. بنابراین فکر کردم آها بله، یه اتفاق شبیه همین برای من افتاد. اما چیزی که هنوز به نوعی منو متاثر کرده بود اون پناهی بود که توی تجربه‌ام به من عطا شد و فکر کردم که تمام هدف این تجربه کوتاه این بود که بفهمم منم محدودیت‌هایی دارم، قدرت‌هام محدوده و باید مراقب قدرت‌هام باشم و همه انسان‌ها محدودیت دارن. خب جناب غلامی، آقا فرهاد عزیز، خوش برگشتید به برنامه خودتونم، خوش اومدید. امیدوارم که طعم تلخ و سوزان اون نانوشابه از وجودتون دور بشه و هر بار که اون رو به یاد میارید اینطور سخت نباشه، انشالله اشک نجوشه از چشم شما و همیشه اون چیزی که میجوشه از وجودتون همون خنده شادی باشه که بر لبهای شما نشست از دیدار پدر و مادر. از نور گفتید، نوری که پشت سر شوهر عمه بود. بله. و عمه محترم حاضر شدید سر قرار با ما و بینازمیران بیننده، قدردانم از شما. گفتگو از شب به صبح رسید، قرار دیگری تنظیم کنیم برای اینکه باز در نور انشالله هم دیگر رو ملاقات کنیم. آقا فرهاد، انشالله تجربه دیدار ما تکرار بشه در قرارگاهی که سراسر نور است و شادی و دوستی، شیرینی است و نه تلخی انشالله. اگر موافق هستید قرار ملاقات بعدیمون آقا فرهاد توی نور باشه انشالله. انشالله. برای اینکه به این قرار برسیم تلاش کنیم رفتار ما، گفتار ما، نیت ما نسبت به هم آفریده ها و آفریدگار انشالله نورانی باشه. شما هم تلاش بفرمایید انشالله هیچ یک از ما از این قرار
جا نمونیم و بیقراریم تا وقت قرار. سعدی عزیزم می‌فرماید چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودیم خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.